لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. سفر حج. تهیه و تقدیم محمد انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. شنوندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با دومین قسمت از برنامه ویژه سفر حج در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه گام به گام با حجاج گرامی بیت الله الحرام در این سفر مبارک همراه خواهیم بود تا جوانب عقیدتی و اخلاقی این فریضه بزرگ الهی را بازگو نماییم. در قسمت اول این برنامه درباره فضیلت حج و مکانت رفیع آن و اینکه از بزرگترین عبادتها و مهمترین وسایل نزدیکی به الله متعال است و اینکه رکنی از ارکان بزرگ اسلام و پایه‌ای از پایه‌های متین و محکمی است که بر آن بنا می شود سخن گفتیم. همچنین اشاره کردیم که فواید و منافع دینی و دنیوی در حج آنقدر زیاد است که از احاطه و شمارش خارج می باشد. برای حج ندا درده که پیاده و سواره بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری می آیند رو به سوی تو آرند تا در منافعی که برای آنان هست حضور داشته باشند و نام الله را در روزهای معین بر چارپایان زبان بسته‌ای که روزیشان داده ایم ببرند و قربانی کنند. آنگاه از آن بخورید و به درمانده بینوا هم بخورانید. آنگاه باید آلایش‌ها را بزدایند و نذرهایشان را وفا کنند و پیرامون بیت العتیق طواف نمایند. شنوندگان عزیز و گرامی، پس در حج منافع بزرگ دینی و دنیوی فراوان است و لام در آیه کریمه‌ای که تلاوت شد لام تعلیل است و متعلق است به ارشاد الهی که می‌فرماید وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، یعنی اگر در بین مردم برای حج اعلان کنی برای حصول منافع پیاده و سواره خواهند آمد. و کلمه منافع در آیه کریمه جمع منفعت است و لفظ منافع را نکره آورده است، چون که منظور از منافع مخصوص است که به این عبادت مربوط می شود، چه دینی و چه دنیوی، و این منافع در هیچ عبادتی جمع نمی شوند. ابن ابی حاتم در تفسیرش از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در تفسیر این آیه کریمه نقل می کند که فرمودند منافعی در دنیا و منافعی در آخرت. منافع آخرت خوشنودی الله متعال و الله نقل می کند که در تفسیر این آیه مبارکه فرمود منظور تجارت است و هر آنچه که از امور دنیا و آخرت الله را خوشنود گرداند. ابن جریر طبری در تفسیرش از مجاهد رحمت الله علیه نقل می کند که در تفسیر این آیه مبارکه فرمود پاداش در آخرت و تجارت در دنیا هدف این آیه می باشد. پس منافعی که حجاج در اثنای حجشان به بیت الله به دست می آورند متنوع و مختلف است. منافع دینی از قبیل عبادت و طاعات فاضله‌ای که جز در این مقام ممکن نیست و منافع دنیوی که از راه کسب و تجارت به دست می آید،
چنانکه الله متعال در جایی که از حج سخن گفته است می‌فرماید در سوره بقره آیه 198: لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. بر شما گناهی نیست که در طلب روزی از پروردگارتان برآیید. ابو داود و دیگران از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت می کند که فرمود چون در ابتدا مردم از تجارت و خرید و فروش در حج پرهیز می کردند و می گفتند این روزها روزهای ذکر و عبادت است، لذا الله سبحانه و تعالی این آیه مبارک را نازل کرد و فرمود بر شما گناهی نیست که در طلب روزی از پروردگارتان برآیید. و از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در تفسیر این آیه نقل شده است که فرمود خرید و فروش چه قبل از احرام و چه بعد از احرام مانعی ندارد. شیخ محمد امین شنقیطی رحمت الله علیه می‌فرماید علمای تفسیر اتفاق نظر دارند که معنای این آیه کریمه این است که برای حاجی گناه و مانعی وجود ندارد اگر بخواهد در ایام حج از راه تجارت منافعی به دست آورد، به شرطی که این کار او را از ادای مناسک حج باز ندارد. و همچنین از منافع دنیویی که حجاج در حج حاصل می کنند استفاده از گوشت قربانی است، چنانکه الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیه 33 می فرماید لکم فیها منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق. اما منافع دنیوی که حاجی به دست می آورد هرگز با منافع اخروی و دینی و معنوی آن قابل مقایسه نیست. اگر حاجی واقعا از الله بترسد، اوامرش را به جای آورد و از نواهیش بپرهیزد، پاداشهای بزرگ و ثوابهای ارزشمندی از قبیل بخشش گناهان و صدها جایزه دیگری که از شمارش و تصور خارج است نصیب او خواهد گردید. چه فایده بزرگتر و چه سعادتی بهتر از این که حاجی پس از اتمام حج چنان از گناهانش پاک می‌گردد مانند طفلی که تازه از مادر متولد شده است. الله متعال در سوره بقره آیه 203 می‌فرماید واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. پس هر کس شتاب کند و در 2 روز اعمال را انجام دهد بر او گناهی نیست و هر کسی تأخیر کند و در 3 روز انجام دهد بر او هم گناهی نیست اگر تقوا ورزد. ابن جریر پس از آنکه اقوال مفسرین را در ذیل این آیه نقل کرده معنایی که خودش آن را اختیار کرده چنین بیان می‌دارد: معنای آیه این است که کسی که در روز دوم از روزهای سگانه منی راه بیفتد و از منی خارج گردد گناهی بر او نیست، زیرا اگر در حجش از الله ترسیده باشد و از آنچه الله او را از آن باز داشته خودش را باز داشته باشد و آنچه الله او را بدان مأمور کرده به درستی انجام داده باشد و در همه اموری که بدان مکلف شده و در آنها به درستی از الله اطاعت کرده باشد، بدون شک الله مانند طفلی که تازه از مادر متولد شده باشد. و این فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند حج مبرور یعنی حجی که مورد قبول الله سبحانه و تعالی قرار گرفته باشد هیچ پاداشی جز بهشت نخواهد داشت. همچنین این ارشاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند بعد از هر حج عمره انجام دهید. البته منظور حدیث عمره با سفری جداگانه است، زیرا که حج و عمره چنان تنگ دستی و گناهان را میراند که دم آهنگر، ریم یا امان زنگار یا کثافت هایی که در اطراف آهن باشد را از آن میراند و آهن را پاک میکند. پس این نصوص دلالت بر آن دارد که هر کسی
حج را چنان که الله متعال امر فرموده و با همان روش ادا گرداند بدون شک از گناهانش پاک می‌گردد، چنان که الله متعال می‌فرماید پس کسی که از الله ترسیده باشد بر او گناهی نیست. منظور این است که به جا آوردن آنچه بدان مأمور شده و ترک آنچه از آن نهی شده است و از الله متعال ترسیده باشد. شنوندگان عزیز و گرامی، پس بی تردید این همان فضیلت بزرگ و منفعت بسیار ارزشمندی است که همه دلهای مؤمن و صادق جهت نیل به آن همواره در تلاش هستند. به راستی که چقدر سعادت بزرگی است که انسان مؤمن پس از ادای فریضه حج در حالی به خانه‌اش برگردد که همه گناهانش بخشیده شده باشد و چنان از گناهان و لغزش‌ها پاک شده باشد همانند طفلی که تازه از مادر زاده می شود که حتی یک گناه هم ندارد، البته باز هم به همان شرط که از الله ترسیده باشد، بلکه پروردگار مهربان آنقدر به حجاج خانه‌اش کرم و احسان می‌فرماید که آنان در میدان عرفه جمع می‌شوند، به وسیله آنان بر فرشتگانش افتخار و مباهات می‌ورزد و می‌فرماید نگاه کنید بندگانم را که ژولیده و غبارآلود از راه دور و نزدیک به اینجا آمدند. شما را شاهد می‌گیرم که من آنها را بخشیدم. بنابراین روشن شد که حاجی انگام بازگشت بزرگترین منفعت و غنیمت را با خود به ارمغان میبرد و آن بخشایش گناهانش توسط پروردگار مهربان است. لذا پس از حج زندگی نوینی را آغاز خواهد کرد، زندگی که سرشار از ایمان و تقوا و اعمال نیکو و استقامت و مداومت بر طاعات خواهد بود. ولی همانطور که عرض کردیم این امر مشروط بر آن است که فریضه حج را با درست‌ترین وجه ممکن، اخلاص و صداقت، توبه صادقانه و پرهیز از هر گونه گناه و نافرمانی و طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده باشد. پس اگر حج با چنین کیفیتی انجام گیرد مطمئناً تمام گناهان گذشته را نابود کرده و حاجی با چنان کیفیت زیبایی برخواهد گشت که هیچ اثری از گناه در او نباشد. گویا کودکی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. سفر حج. تهیه و تقدیم محمد انصاری